تیموریان وحید هاشمیان پاس خوب برای مهرزاد معدنچی، تک به تک با دروازه با معدنچی و گل توی دروازه حساب کار 2-1 میشه و مهرزاد معدنچی نشون میده که متحول شده. تماشاگران در واقع حالا روزشون عوض میشه با این گلی که بچه‌ها زدن و حالا امیدواریم که روند بازی هم تغییر کنه. حساب کار 2-1 میشه. برانکو در کنار زمین با محمد نصرتی صحبت میکنه. تماشاگران به وجد میان و با هم نگاه که پاس بسیار خوبه. وحید هاشمیان فرار مهرزاد معدنچی، دروازه‌بانشون خیلی ضعیفه دروازه‌بان بوسنی و معدنچی اختلاف به حداقل میرسونه.